Our goal has been to get countries to cease importing Iranian oil entirely. رویایشان به کابوس تبدیل شد. ما از 182 میلیون بشکه در سال 98 میزان کل صادرات بوده، رسیدیم به 565 میلیون بشکه در سال. این شروع ماجرا بود، زمانی که آمار فروش نفت ایران به سختی رقم 0.5 میلیون بشکه در روز را ثبت می‌کرد. We will be instituting the highest level of economic sanction. و درآمدهای گره خورده با نفت کشور حال خوشی نداشت. به خاطر تحریم و تأثیری که تحریم بر اقتصاد ما داشت، ما سال 90 صادرات نفتی ما، یعنی درآمد ناشی از نفت ما 107 میلیارد دلار بود، در حالی که در سال 98 صادرات نفتی ما به شدت کاهش پیدا کرد. نیت تحریم کنندگان ایران مشخص بود. یکی از دلایلی که این تحریم‌ها رو بر ایران و ونزوئلا اعمال میکنن این است که بازار باز کنن برای فروش محصولات آمریکا. ایران مقابل سیاست فشار حداکثری آمریکایی‌ها قرار گرفته بود. Today I am announcing that we will no longer grant any exemptions. We're going to zero. و آمار فروش نفت محرمانه شد. من نباید بگم، نبایسته، واقعا این اخبار محرمانه هم هست. اما وزارت نفت راه دیگری را پیش گرفت. بازارسازی برای فروش نفت. از طریق رسانه‌های خارجی اعلام شد که ایران صادرات نفت داره به اروپا. بله، صادرات نفت. ما به 17 کشور دنیا میفروشیم. چرا نمیگن به کی میفروشیم؟ ما تو جنگیم، جنگ اقتصادیه. آقا کدوم فرمانده جنگ میاد بگه من چند تا سرباز دارم، تانکم کجا، موقعیتم کجا؟ ما هم همین هستیم. به قول خود تحریم کنندگان در نشریه اویل پرایس، ایرانی ها اینجا هم هنرمند شدند در دور زدن تحریم ها. We've applied sanctions against more than 200 entities that are engaged in petrochemicals. Why are they selling 2 million barrels a day as compared to 300,000? They are working hard to do what they can to get around the sanctions. تحریم هایی که به هدف اصلی خود نرسیدند. همه اینها در چارچوب هدفی بود که خوشبختانه بهش نرسیدند. هدف آمریکا فروپاشی اقتصادی کشورمون بود. ریل گذاری هم شده به فضل الهی. هر کی هم در آمریکا بیاد، بارها گفتم، هیچ تغییری در فروش نفت رخ نخواهد داد. قیمت فروش نفت ایران هم به ارقام جهانی بسیار نزدیک است. این را وزیر نفت میگوید. والله بالله از عدد دست من کمتر تخفیف. میگن آقا هر چی دلشون بخواد اون چین میگیره، اینجوری نیست والله. نمیتونم همه مطالب بگم. اگر اینجوریه پس این پولای درآمدی که میاد ثبات بازار ارزی، این درآمدی که برای خرید کالاهای اساسی، پس اینا از کجا تامین میشه؟ بر اساس اعلام پایگاه اویل پرایس در ابتدای امسال، فروش نفت ایران به بالاترین سطح در 6 سال گذشته رسیده است. رقیه هویدا، خبرگزاری صدا و سیما.